خب سلام. راستش نمیدونم که قرار این فیلم رو ببینه و توی این مرحله خیلی برام مهم نیست، به خاطر اینکه هیچ ایده‌ای ندارم دارم چیکار میکنم. صرفا میدونم که پریشب با گولیتا صحبت کردم و گولیتا توی یوتیوب کانال داره، کتاب‌های خوب معرفی میکنه توی موضوعاتی که دوست داره و سعی میکنه آگاهی سازی انجام بده در مورد موضوعی که خیلی مهمن، به لحاظ در مورد مشکلاتی که توی ایران واقعا حل کردنشون یه معضل خیلی گنده‌ای شده و خیلی منم همیشه دوست داشتم صحبت بکنم توی یوتیوب، ولی هیچ وقت اعتماد به نفسشو نداشتم. همین الان اعتماد به نفسشو ندارم. قرار بوده توی این دفتر در و داغون بشینم بنویسم که قراره چی بگم توی این کلیپ، ولی خالیه و حقیقت اینه که همچنان اعتماد به نفسشو ندارم، علمش رو هم ندارم. فکر میکنم که میتونستم در درجات علمی بالاتر قرار داشته باشم برای اینکه این کار رو شروع بکنم، ولی گولیتا به هم یه چیزی گفت و اون گفتش که اولا که گفتش که خودش 3 سال تقریبا طول کشید تا بفهمه که دقیقا چی میخواد از محتوای یوتیوبی که تولید میکنه و بعدش هم بهم گفتش که تو هر کاری انجام بدی انقدر کم هست جاش که آدمای زیادی اون کار رو انجام ندادن توی ایران. البته توی خارج خب مشخصا هر موضوعی 1000 تا آدم دارن در موردش صحبت میکنن، ولی آره اصلا نفهمیدین چی گفتم، من خودم نفهمیدم چی گفتم. میخوام مقدمه بدم، بگم که میخوام شروع بکنم باهاتون از موضوعی که دوست دارم صحبت بکنم، مخصوصا اینکه الان دارم دوباره میرم دانشگاه و یه چیزی که دوست دارم اینه که تقلب بکنم و مقاله هایی که میخونیم رو، به خاطر اینکه من علوم اجتماعی میخونم، جای جامعه شناسی فعال توی کشور ما بسیار کمه و البته یه نکته‌ای که وجود داره اینه که من هر چقدر این حرفا رو بزنم، هر چقدر مردم آگاه بشن، من اصلا 50 میلیون آدمم که روزانه محتوای منو دنبال بکنن، اینا تو ایران به هیچ جا نمیرسه متاسفانه، به خاطر اینکه یه مشت مرد شور برده اون بالا نشستن که به این حرفا گوش نمیدن و ما با آدمایی نیاز داریم که به این حرفا گوش بدن. ولی امیدوارم که یه آگاهی سازی حداقل ایجاد بشه که در آینده هر کسی که جای این مورد شور برده نشست بتونه یکم گوش بده به مردم. و همین یه خلاصی از خودم بدم. الان مهم نیست کجام، مهم نیست چند سالمه، ولی علوم اجتماعی میخونم. علوم اجتماعی که دارم میخونم توی این دانشگاه تقریبا ترکیبی از جامعه شناسی و مردم شناسی که 2 تا علم نسبتا متفاوتن. علوم دیگه هم قاطیشه ولی اصولش همین 2 تاست و فکر میکنم موضوعاتی که توش داریم میخونیم، چه موضوعی تئوریک باشن چه موضوعی باشن که بیشتر در مورد جامعه امروز ما کار میدن به قولی به جای اینکه در مورد تاریخ این علوم صحبت بکنن، در هر صورت میکنم دونستنشون خیلی میتونه مفید باشه. من توی ایران این رشته رو نمیخونم، برای همین درسایی که میخونیم درسایی که مختص موضوعات و مشکلاتی هستن که توی فرانسه دارن رخ میدن، ولی با این وجود مشکلاتی هستن که به راحتی میشه با یکم چپ و راست کردن نمونهشو توی ایران پیدا کرد. مقدمم همین بود. صرفا امیدوارم که برای ویدیو بعدی، میدونم میخوام در مورد چی صحبت بکنم، امیدوارم که فرصت بکنم یه نیمچه پیش زمینه ازش بنویسم. ببخشید اگه ادیت بلد نیستم، برای همین احتمالاً این ویدیو رو بدون ادیت میذارم و همین. امیدوارم که اذیتتون نکرده باشم. خیلی ممنون. خداحافظ.